رسانه‌های اسرائیلی از پیشرفت جدی مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها با حماس در شب گذشته خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، پیشنویس نهایی آتش‌بس آماده شده و برای تایید نهایی در اختیار دولت اسرائیل و رهبری حماس نیز قرار گرفته است. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با همکارم بابک ساقی از تل‌آویو. بابک، وقتت بخیر. از آخرین تحولات در مذاکرات آتش‌بس برای ما بیشتر بگو. الان میتونم به جرئت بگم که ما در نزدیکترین فاصله به آتش بس در 1 سال و 3 ماه گذشته قرار گرفتیم و هم اسرائیل و هم حماس میگویند که حتی در 24 ساعت آینده این امکان وجود داره که آتش بس به امضا برسه. پس از اینکه همونطوری که گفتی رسانه‌های اسرائیل از قول مقامات عالی رتبه این کشور گفتن که آتش بس در دسترس هستش و امکان توافق بسیار زیاد هست. حماس هم دقایقی پیش برای اولین بار تایید کرد که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات برای توافق به دست اومده و او نوشت که آزادی اسیران قهرمان ما بسیار نزدیک است. به گفته حماس چند نکته آخر وجود داره که اونها در حال بررسی اون هستند و پایان دادن اون در کنار اون. یکی دیگر از مقامات حماس هم به CNN گفته که ما بسیار به توافق نزدیک هستیم. بر اساس گزارش‌های خارجی اگر این توافق اجرایی بشه 3 مرحله خواهد داشت. مرحله اول 33 گروگان از 98 گروگانی که در دست حماس هستن آزاد میشن. البته همه این 98 نفر گروگان زنده نیستن، معلوم نیست چند نفر از اونها کشته شدن، اما 33 تن که زنده هستن قرار هستش که آزاد بشن. در مقابل اسرائیل باید 1000 زندانی فلسطینی را آزاد بکنه که در میان اونها بیش از 200 زندانی هستن که حبس ابد و حتی چند حبس ابد گرفتن به خاطر عملیات تروریستی که در اسرائیل انجام دادن. در کنار اون 350 زندانی زیر 19 سال هم آزاد میشن. در کنار اون 560 زندانی بیمار و سالمند فلسطینی هم هستند. همانطوری که گفتم 1000 زندانی فلسطینی آزاد میشن. در قسمت دوم این توافق قرار هستش که زندانیان بیشتری آزاد بشن. اسرائیل کاملا از نوار غزه عقب نشینی بکنه و در رابطه با مرحله سوم که پایان جنگ است گفتگو آغاز بشه. میشه گفت که قدم اول بسیار مهمی در حال حاضر برداشته میشه به امید اینکه پایان جنگ برای مردم غزه و آزادی گروگانها برای مردم اسرائیل رقم بخوره. درست بابک، خبر آتش بس واقعا خبر بسیار خوش است، اما میدانیم که نتانیاهو با مشکلات هم در داخل دولت برای تصویب این توافق مواجه است. امکان تصویبش در دولت اسرائیل چقدر امکان پذیر و مقدور است؟ دست آخر نتانیاهو میتونه که مخالفان را کنار بذاره و هنوز اون کرسی لازم پس از اینکه گیدئون سر از یکی احزاب دیگر به دولت پیوست را داشته باشه، اما بدون شک مشکلات بزرگی در احزاب راستگرای افراطی خودش داره. اما در حال حاضر 2 حزب بسیار مذهبی که شاس هستند و یهودوت هتورا کم و بیش از این توافق حمایت کردن. اونها گفتن که در مذهب ما آزادی اسرا یکی از مهمترین مسائل شرعی هستش و ما با هر گونه توافقی که نتانیاهو را امضا بکنه کنار میایم. اما در مقابل گروهی از نمایندگان خود حزب لیکود، عظما یهودیت و صهیونیست های مذهبی در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو میگویند که خطوط قرمز مشخصی ما داریم. اونها گفتن که عدم اتکا به نیروهای خارجی در گذرگاه رفح و سایر مناطق غزه یکی از این خطهای قرمز هستش و تاکید کردند که بازگشت حماس به شمال غزه به معنای از دست دادن دستاوردهای جنگ خواهد بود. واکنش سایر از احزاب اپوزیسیون خوب هستش. هم یائیر لاپید، هم ویکتور لیبرمن و هم بنی گانتز که از مخالفان نتانیاهو هستند گفتن که برای آزادی گروگانها هر پشتیبانی را که دولت لازم داشته باشه در مجلس به او اهدا خواهند کرد. همکار ما اشکان صفایی هم از اورشلیم با ما همراه شد. اشکان، آیا جزئیات از توافق مورد نظر اسرائیل و حماس هم وجود داره و شامل چی است اگر است؟ بله، آن چیزی که رسانه‌های اسرائیلی و همچنین رسانه‌های عربی منتشر کردن حاکی از این هست که این توافقی که الان داره در قطر روش صحبت میشه و به نظر میاد که
دست کم بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌ها منتشر کردن پیشرفت قابل توجهی هم در مذاکرات وجود داشته. این همون تقریبا توافقی هست، همون پیشنهادی هست که ماه‌ها پیش جو بایدن ارائه کرد. در اون زمان اسرائیل اول اون رو پذیرفت، بعد حماس یک سری ملاحظاتی رو به اون اضافه کرد، بعد اون ملاحظاتی که اضافه شده بود رو اسرائیل نپذیرفت، بعد حماس نپذیرفت و کلا در اون زمان به نتیجه‌ای نرسید. الان به نظر میاد که دوباره بر سر همون دارن به توافق میرسن، توافقی که 3 مرحله خواهد داشت. مراحل اول و دوم اون هر کدام 6 هفته خواهند بود. در مرحله اول اسرائیل از بخش‌های مسکونی نوار غزه عقب نشینی میکنه. 34 گروگان اسرائیلی حالا یا زنده آزاد میشن و یا جسدشون تحویل داده میشه به اسرائیل و اسرائیل در برابر حدود 1000 زندانی امنیتی فلسطینی رو آزاد میکنه. در مرحله دوم که در واقع قرار هست 1 هفته بعد از پایان مرحله اول آغاز بشه، باقی گروگان‌های اسرائیلی آزاد میشن. مرحله دوم هم قرار هست 6 هفته باشه. باقی گروگان‌های اسرائیلی آزاد میشن در برابر شماری از زندانیان فلسطینی که هنوز تعدادشون مشخص نیست. اسرائیل عقب نشینی بیشتری میکنه از نقاط مختلف نوار غزه و نهایتاً مرحله سوم، اگر مرحله سومی در کار باشه، این چیزی هست که تا الان اسرائیل باهاش مخالفت کرده، در اون مرحله در واقع پایان کامل جنگ اعلام میشه. درست، ولی در طرف دیگه فعلا چی چیز تغییر کرده که امیدواری به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات نسبت به هر زمان دیگه بیشتر شده؟ این واقعا تاکید تیم ترامپ است یا نگرانی به خاطر آمدن ترامپ تا چند روز دیگه به کاخ سفید است، یا که نه تلاش های فعلی خود حکومت آمریکا یک از عوامل اصلی بوده میتونه؟ عوامل بسیار زیاد بوده، از شکست حزب الله گرفته و تضعیف جمهوری اسلامی و سقوط بشار اسد تا کشته شدن یحیی سینوار که یکی از موانع اصلی رسیدن به توافق بود، تا تهدیدهای ترامپ مبنی بر اینکه اگر توافقی به دست نیاد تا روز 20 ژانویه به جهنم به پا خواهد شد در منطقه، موضوعی که مقامات اسرائیلی رو هم حتی نگران کرده. همه اینها باعث شده به نظر میاد که هر دو طرف، هم اسرائیل و هم حماس، بیشتر در واقع علاقه‌مند باشن که الان به یک توافق برسن. موضوعی که وزیر خارجه اسرائیل هم همین دقایق پیش در یک کنفرانس خبری با همتای دانمارکیش در اورشلیم به اون اشاره کرد و گفت که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات به دست اومد. استانبول ترکیه بریم همراه بشیم با همکارم نرگس هورخش. نرگس، در این اجلاس مهم که کشورهای مختلف وزرای خارجهشون بودن، نمایندگان سازمانهای بین‌المللی هم حضور داشتن، وزیر خارجه ترکیه هم حضور داشت، چه صحبت‌هایی کرد در این نشست؟ خب نشست بسیار مهمی بود که در نهایت در پایان نشست همه شرکت کنندگان به یک بیانیه دست یافتند که در آن تاکید بر تمامیت ارضی سوریه بوده و اینکه باید حکومت مستقل و همه شمول در سوریه ایجاد بشه. در مورد حملاتی که اسرائیل در بخشای از سوریه انجام داده ابراز نگرانی کردند. تحریم هایی که بر سوریه وضع شده بود در سالهای گذشته از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اینکه چگونه میشه این تحریم ها را برداشت، مبارزه با تروریسم و اطمینان حاصل کردن از این که هیچ گروهی در سوریه بر علیه امنیت این کشور و جهان قد علم نخواهد کرد هم از مسائلی بوده که بحث شده و صحبت های آقای هاکان فیدان هم در همین راستا بوده. آقای هاکان فیدان گفته که به تمامیت ارضی سوریه احترام میگذاره و قصد دخالت در اراده مردم سوریه را نداره، اما این کشور از سوریه برای گذار به یک دوره جدید کمک خواهد کرد و از دیگر کشورهای شرکت کننده هم درخواست کرده که برای بازسازی این کشور دست به دست هم بدن و یک سازوکار یا کمیته هایی را برای اثر بخشی بیشتر تلاش های منطقه‌ای و جهانی برای کمک به دولت جدید سوریه هم پیشنهاد داده و گفته که بر اساس این هماهنگی ها باید همه اقدام ها انجام بشه تا از یک سو تحریم ها برداشته بشه و از سوی دیگر کمک شود که دولت انتقالی هر چی سریعتر
شکل بگیره و در نهایت یک حکومت مستقل و همشمول در سوریه شکل بگیره. چیزی که برای دولت ترکیه بیشتر از هر موضوع مهم است حضور نیروهای مسلح به ویژه شبه نظامیان کرد در شمال و شمال شرق سوریه هست که این کشور خواستار منحل شدن آنهاست و بار دیگر هم همین درخواست را در این نشست آقای هاکان فیدان به نمایندگی از کشورش تکرار کرد. نرگس، دیدارهایی هم در حاشیه این نشست داشته آقای هاکان فیدان. با چه کسانی دیدار کرده اگر اطلاعاتی هست و چه مذاکراتی داشتن برای ما بگو. خب آقای هاکان فیدان با همتایان خودش از کشورهای اتحادیه عرب، از اتحادیه اروپا، همینطور از آمریکا دیدارهای خودش را در حاشیه نشست داشته. با وزیر خارجه بریتانیا نخستین دیدارها را آغاز کرده بود، همینطور با وزیر خارجه آلمان در حاشیه نشست دیدار جداگانه داشته. با وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه آقای الشیبانی دو طرف بحث و گفتگو کردن در مورد تحولات اخیر در سوریه. همینطور عربستان سعودی، کشورهای منطقه همه با یکدیگر به نحوی این مذاکرات را ادامه دادن در مورد اینکه دقیقاً با هر کدام این نمایندگان که شرکت کرده بودند در این نشست چی موارد بحث و گفتگو شده جزئیات ارائه نشده. اما با توجه به اینکه محوریت نشست تحولات در سوریه بوده، مطمئناً دولت ترکیه هم تلاش‌های خودش را به ویژه وزیر خارجه داشته تا یک اتحاد نظر را برای حمایت واقعی از دولت جدید سوریه جلب کنند و در عین حال در دیدارش با معاون وزیر خارجه آمریکا هم در مورد مذاکراتی که در هفته گذشته ادامه داشت در آنکارا در مورد حضور شبه نظامیان کرد مطمئنا داشته، این که باید این گروه ها به گونه کامل منحل بشن و در صورت الزام باید به ارتش جدید سوریه بپیوندن، چیزی که مذاکرات در چند هفته گذشته ادامه داشته. تا هنوز نمیدانیم که در نهایت آیا آمریکا و ترکیه به یک توافق خواهند رسید، اما برخی از نشانه ها به این مسئله اشاره میکنه که به نظر میرسه آمریکا هم کماکان توافق نظر داره برای انحلال همین گروه ها و ادغامشان به دولت ارتش جدید سوریه. اما روی هم رفته گفته شده که باید همه این اقدام ها مرحله به مرحله و بر اساس گفتگوهای تاثیرگذار و مؤثر انجام بشن و دولت ترکیه هم بار دیگر در این نشست تاکید کرده که با همه طرف‌ها گفتگوها و مذاکرات را ادامه خواهد داد تا حمایت واقعی برای بازسازی سوریه، تشکیل دولت همه‌شمول و همینطور مبارزه با تروریسم کمک کنند. دوشنبه مطبوعات اسرائیلی و آمریکایی خبر از نهایی شدن توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل میدهند. ابتدا نشریه جروزالم پست خبر داد از اینکه توافقی در راه است در قطر و بعد از اون قطری ها هم گفتن متن توافق نهایی رو به دو طرف ارائه دادن. جالب این است که الان در دوحه قطر نه تنها نمایندگان دولت بایدن مثل آقای برت مکگرک که یک از مشاورین امنیت ملی دولت بایدن بود حضور دارند، بلکه نمایندگان دولت ترامپ، آقای ترامپی که الان اینجا در مارالاگو خودش حضور دارد، مدت هاست که میگوید میخواهد صلح رو به خاورمیانه باز بگرداند و استیو ویتکاف نماینده ایشون در امور خاورمیانه اونجا در قطر در کنار امیر قطر حضور داشت. میگویند نقش بسیار فعالی داشته از نماینده ترامپ برای اینکه این توافق نهایی بشود. بسیاری از مطبوعات میگویند که این توافق 3 مرحله یا 3 فاز خواهد داشت. در فاز اول 33 گروگانی که مطمئن هستند که اسمشون در واقع جزو اون افرادی است که هنوز زنده هستند آزاد بشوند و IDF ارتش اسرائیل هم قول داده است تا حدودی عقب نشینی کند. در مرحله دوم میروند سراغ این که تعداد بیشتری از گروگان‌ها را آزاد کنند و IDF غیر از اون گذرگاه فیلادلفی دیگه تقریبا ترک کنه غزه رو و در نهایت در مرحله سوم آتش بس نهایی بشود و کل گروگان‌هایی که زنده ماندن و باقی ماندن از بند حماس خارج بشوند. با این حال هنوز حماس یا اسرائیل به طور رسمی به این توافق و مفاد اون واکنشی نشان ندادن، اما مطبوعات میگویند در طول 24 ساعت آینده باید انتظار داشت که هر دو اظهار نظر بکنن در این زمینه. همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی در اورشلیم. اشکان، چه گزارش‌ها و جزئیاتی از توافقی که درباره مذاکره میشه درس کرده؟
برای ما بگو اگر چیزی داریم و منتشر شده. بله، ما جزئیات این توافقی که احتمالاً قراره به دست بیاد هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، اما به صورت غیر رسمی هم رسانه‌های عربی هم رسانه‌های اسرائیلی، حالا رسانه‌های اسرائیلی هم عمدتاً در واقع به نقل از همون رسانه‌های عربی یک سری مطالبی رو منتشر کردن درباره اینکه جزئیات این توافق چه است. مثلا تلویزیون الشرق تاکید کرده که این توافقی که قرار هست به دست بیاد، اون چیزی که الان داره بر سرش مذاکره میشه در قطر، تقریبا به طور کامل، حالا با کمی تغییرات، همان چیزی است که ماه‌ها پیش رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن پیشنهاد کرد، اسرائیل پذیرفت اون رو، حماس در واقع یک سری با عمدتاً اون رو پذیرفت اما با بخشایی از اون مخالفت کرد. در واقع همون هست، با این تفاوت که از اون زمان تا الان، مثلا اون زمان گفته شده بود در مرحله اول 40 گروگان آزاد میشن، 6 نفر از اون گروگان ها کشته شدن و جسدهاشون به اسرائیل آورده شده و الان 34 گروگان از میان اون 40 نفر باقی موندن. اما اون جزئیاتی که منتشر شده تا الان بر این اساس هست که توافق همچنان 3 مرحله خواهد داشت. مراحل اول و دوم توافق هر کدام 6 هفته خواهند بود. در مرحله اولی، در اون 6 هفته اول، اتفاقی که میفته این هست که اگر البته توافقی بشه 34 گروگان اسرائیلی آزاد میشن، حالا چه زنده باشند و چه اینکه جسدشون تحویل اسرائیل داده بشه. اسرائیل بیشتر تاکید داره که گروگان‌های زنده رو میخواد در اون مرحله، اما مذاکرات بر سر این هم در جریان هست. در اون 6 هفته آتش بس برقرار خواهد شد. 1000 نفر حدوداً از زندانیان امنیتی فلسطینی رو هم اسرائیل آزاد میکنه. باید گفت گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های فلسطینی که امروز یک مقام تشکیلات خودگردان فلسطینی هم برای صحبت درباره همین فهرست زندانیانی که آزاد میشن به قطر رفته یا در ساعات آینده خواهد رفت. بعد در اون 6 هفته همونطور که گفتم آتش بس خواهد بود. نیروهای اسرائیلی از مناطق مسکونی و پرجمعیت در نوار غزه عقب نشینی می‌کنند. اجازه داده میشه به ساکنان شمال نوار غزه که به خانه‌های خودشون برگردن، به شمال نوار غزه برگردن. البته بعد از اینکه خودروهای اونها اگر با خودرو برمیگردن توسط یک در واقع گروه ثالثی که نه اسرائیل باشه نه حماس بازرسی بشه و مشخص بشه که اونها با خودشون سلاح به همراه ندارند. اتفاقات دیگری که در اون دوره میفته یکیش این هست که حماس میاد و فهرست گروگان‌های زنده اسرائیلی رو به طور کامل به اسرائیل میده. گذرگاه رفح بین نوار غزه و مصر هم باز میشه برای ورود کمک‌های بشردوستانه. مرحله دوم 1 هفته بعد از پایان مرحله اول آغاز میشه. اون هم همونطور که گفتم 6 هفته خواهد بود. در جریان مرحله دوم باقی گروگان‌های اسرائیلی هم در برابر شمار نامعلومی، هنوز مشخص نیست، توافقی بر سرش صورت نگرفته، شمار مشخصی حالا در واقع که بعدا مشخص خواهد شد از زندانیان فلسطینی آزاد میشن. در همین مرحله در واقع آمادگی برای مرحله سوم توافق هم انجام میشه. مرحله سومی که در واقع پایان جنگ خواهد بود، هرچند دولت اسرائیل همچنان داره میگه که قبول نمیکنه که در واقع این شرط پایان جنگ در مرحله سوم را، اما این چیزی است که رسانه‌های عربی و همچنین رسانه‌های اسرائیلی به نقل از رسانه‌های عربی دارن میگن که در پایان مرحله سوم نیروهای اسرائیلی خارج میشن از نوار غزه، هرچند که گفتگوهایی در جریان هست مبنی بر اینکه یک منطقه حائلی درون نوار غزه ایجاد بشه، مانند آن منطقه حائلی که درباره‌اش صحبت میشه مثلا در جنوب لبنان. اشکان همه اینها درست، همونطور هم که تو اشاره کردی، همونطور که در گفتگوی تلفنی نتانیاهو و بایدن هم بود، این همون در حقیقت پایه و اساس این همون طرحیه که تقریبا اردیبهشت ماه خرداد ارائه شده بود. با وجود این گمانه‌زنی‌های مختلفی که رسانه‌های مختلف دارن انجام میدن، خودت چی فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی این بار چقدر نزدیک هستیم به این آتش بس؟
اگر تمام گزارش هایی که چه رسانه های اسرائیلی منتشر میکنن، چه غربی و چه عربی، و همچنین صحبت هایی که تمام در واقع طرفا میکنن رو ببینیم که این بار خوشبینی از همیشه بیشتر هست. 100% نیست. تا وقتی بر سر همه مسائل توافق نشه انگار که هیچ توافقی در دست نیست. اما مثلا در بعد از همون گفتگوی دیشب نتانیاهو با بایدن، دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای که منتشر کرد گفت که نتانیاهو بایدن رو در جریان پیشرفت مذاکرات قرار داده. این خودش نشون میده که شاید برای اولین بار هست که ما در طول چندین و چند ماه گذشته میبینیم که دفتر نتانیاهو تاکید میکنه که یک پیشرفتی در مذاکرات وجود داشته. از اون طرف ما صحبت‌های جیدی ونس رو داشتیم، معاون دونالد ترامپ، که در یک مصاحبه‌ای دیشب گفت که به نظر میاد که توافق تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ، یعنی تا هفته آینده، به دست خواهد اومد و گفت که احتمال بسیار زیاد در یکی دو روز قبل از در واقع در یکی دو روز پایانی دولت بایدن این توافق به دست خواهد آمد. باید این رو گفت که برخی از رسانه‌ها حتی میگن ممکن هست امضای توافق همزمان با در واقع مراسم سوگند دونالد ترامپ اعلام بشه. رسانه‌های عربی هم باید گفت که از قول حماس دارن میگن که توافق بسیار نزدیک است. همه اینها رو که بذاریم کنار هم، در کنار تهدید دونالد ترامپ که بعضی از رسانه‌های اسرائیل میگن تهدیدش حتی اسرائیل رو هم نگران کرده، و دیدارهایی که دیروز نتانیاهو با وزیران راستگرای افراطی دولتش داشت که اونها رو راضی بکنه که این توافق رو وقتی به دست آمد ازش حمایت بکنن، نشون میده که این بار ما بیش از هر زمان دیگری از نوامبر 2023 که تنها توافق آتش بس بود تا امروز به توافق نزدیک شدیم. هیجان و دلهره در واشنگتن دی سی. نزدیک به یک هفته مانده به یکی از تاریخی ترین انتقال قدرت در امریکا. هیجان در اردوگاه رئیس جمهوری که با کسب اکثریت قاطع آرا در انتخابات برای به دست گرفتن زمام امور جهان لحظه شماری می کند. و دلهره در اردوگاه رئیس جمهوری که دوره‌اش رو به پایان است و می‌ترسد دستاوردهای 4 سالش یک شبه به باد برود. جو بایدن اما پیش از کنار رفتن و سرعت در حال انجام کارهای ناتمام خود و یا به تعبیر دونالد ترامپ در حال سنگ‌اندازی برای آغاز قانونگذاری‌های رئیس جمهور منتخب آمریکاست. جو بایدن در روز کریسمس 50 لایحه را به قانون تبدیل کرد، آنچه کارشناسان غیر معمول و فشار پایان دوره کاری او مینامند. قانون عدالت اجتماعی، جلوگیری از آزار و اذیت نهادی کودکان، منع دریافت حقوق بازنشستگی توسط قانونگذاران محکوم شده و قانون جلوگیری از آزار و اذیت در دانشگاه‌ها از لایحه‌های عمده تصویب شده از سوی بایدن بوده است. اما دونالد ترامپ همچنان در انتظار تایید افراد معرفی شدهش به کابینه از سوی سناست. او به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از پیروزیش در انتخابات حضور پررنگی داشته است و شاید لحظه‌ای هم از سرخط رسانه‌های جهان دور نبوده. کانگرس این روزها شاهد دیدارهای زیادی میان اعضای جنجالی کابینه ترامپ و سناتوران بوده. دیدارهایی پشت درهای بسته که در حال حاضر امیدی برای اعضای جنجالی کابینه ترامپ از جمله پیت هگست، گزینه ترامپ برای وزارت دفاع، و تولسی گبارد، نامزد تصدی پست مدیریت اطلاعات ملی است. اما همه چشم‌ها دوخته شده به روز اول حضور ترامپ در کاخ سفید. روزی که از دید بسیاری سرنوشت ساز است و قرار است رگباری از دستور و فرمان صادر شود. در این روز 20 جنوری ترامپ صدور 100 فرمان اجرایی در دستور کار دارد. عفو شورشیان 6 جنوری 2021 مهر و موم کردن مرز جنوبی، اخراج گسترده مهاجرین و کاهش عظیم مقرراتی که بخش‌های وسیع از اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد از جمله اهداف اساسی اوست. این رویکرد می‌تواند بحث‌های جدیدی را درباره توازن قدرت میان قوه مجریه و قانونگذاری برانگیزد. فرمان‌هایی که از لحاظ قانون بدون چالش نخواهد بود و بسیاری از این فرمان‌ها احتمالاً با مقاومت قضایی و چالش‌های قانونی روبرو خواهند شد.
پایان دوره بایدن و آغاز کار ترامپ نشان دهنده تغییری بنیادین در سیاست‌گذاری آمریکاست. از تاکید بر همکاری بین‌المللی و پیشرفت‌های اقلیمی در دولت بایدن به سوی سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه، رویکردهای اقتصادی ملی‌گرا و استفاده بی‌سابقه از قدرت اجرایی در دولت ترامپ. همراه بشید با همکارم مصدق پارسا که از بروکسل در بلژیک به ما پیوسته. مصدق، مذاکرات جمهوری اسلامی و 3 کشور اروپایی از امروز میدونیم که دور دومش آغاز میشه. چه اطلاعات بیشتری از این مذاکرات میتونی به ما بدیم؟ خب این مذاکرات در حقیقت ادامه مذاکراتی است که حدود 1 ماه پیش جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی داشت، جایی که نتیجه چندانی از اون مذاکره حاصل نشد. حالا جمهوری اسلامی راضی نبود از شیوه پیشرفت مذاکرات و به زیاده خواهی اروپایی ها اشاره کرد، آنچه که باورشان بود. اما دور جدید مذاکرات که آغاز شده، یک بار دیگه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه تا برای رفع تحریم ها به گفته خودشان مذاکره کنند. یعنی در حقیقت اون فرمولی که برای مذاکرات در نظر دارن تعهدات برجامی در قبال رفع تحریم ها گفته شده و به همین دلیل به نظر میرسه که یک فرصتی است برای طرف‌ها که بتونن حداقل همدیگر صحبت کنن. اما به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی بسیار هم امیدوار نیستند، زیرا گفتن که آقای عراقچی میگه که ما مذاکره برای مذاکره داریم انجام میدیم و باید به یک مرحله برسیم که مذاکرات نتیجه بخش باشه. اما به هر حال این مذاکرات برای 2 روز ادامه خواهد داشت و باید دید که چه برآیندی حاصل میشه. مصدق، اگر بخوایم نگاه کنیم چه موانعی هست بر سر توافق بین طرفین؟ خب موانع بسیار جدی وجود داره. مسئله اولی است که رفع تحریم ها وقتی صحبت ازش میشه، ایالات متحده آمریکا یکی از طرف های تاثیرگذار در تحریم ها بر جمهوری اسلامی است. با او دلیل حتی توافق جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی که بسیار دور از احتمال است در شرایط کنونی و با وضعیت کنونی، باز همی که چقدر میتونه به رفع تحریم ها کمک کنه مسئله سوال برانگیز است، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگه که با آمریکا در حال حاضر برای مذاکره التماس نمی کنیم، زیرا مذاکره یک مسیر دو جانبه است. جمهوری اسلامی ظاهرا تلاش میکنه تا با میانجیگری اروپایی ها بتونه با آمریکا گفتگوهای داشته باشه و یا هم حالا امتیازاتی رد و بدل کنه، که چون این تجربه حداقل در گذشته موفق نبوده. و در مورد خود کشورهای اروپایی هم بگذارید مثلا اشاره کنم به دیدار امانوئل ماکرون با سفیران فرانسه در کشورهای مختلف دنیا که اولویت‌های سال 2025 را برای دولت و کشورش تعیین میکرد و در اونجا میگه که جمهوری اسلامی ایران از تهدیدهای جدی سال 2025 در سیاست فرانسه هست و یکی از اولین مسائل است که فرانسه با دولت ترامپ در موردش همکاری میکنه و او مسئله تهدید از سوی ایران هست. یعنی یک سطح بی‌اعتمادی در اروپا نسبت به ایران وجود داره و از سوی دیگر هم یک سردرگمی، دو دستگی و عدم شفافیت در ساختارهای داخلی ایران. مثلا در مسئله FATF ما میبینیم که مشخص نیست، طرفهای مختلف در ایران تلاش میکنن تا مسئولیت را بر گردن طرف دیگری بیاندازن و در نهایت آسیب این مسئله خب مردم ایران و وضعیت اقتصادی مردم ایران وارد میشه و برای مدت‌ها طول کشیده. به این دلیل از سوی هم ای که ایران مذاکراتی که حالا با اروپایی‌ها انجام میده مثل دور قبل مذاکرات، بعد گزارشی از این مذاکرات را به روسیه و چین ارائه میکنه که در بین طرف اروپایی و هم در سطح بین‌المللی اعتماد نسبت به این که روسیه و چین چقدر در این بازی واقعا صادقانه در کنار ایران می ایستند و او اصل نیتی که ایران حالا به روسیه و چین نشان میده چقدر دو جانبه هست، هم یک مسئله است که زیر سوال هست. همه این ابهامات در کنار هم سبب شده تا انتظاری که از این مذاکرات وجود داره بسیار خوشبینانه نباشه در حال حاضر. یعنی چون شرایط مشخص و مناسبی وجود نداره، حتی جمهوری اسلامی ایران هم خودش دقیقا نمیخواد که چه چیزی میخواهد، رفع تحریم ها در بدل چه شرایطی ایجاد میشه و از سوی هم چالش هایی که با کشورهای مختلف داره، چی در مورد گروگانگیری اتباع خارجی یا
مسائل دیگری که هر کدام تبدیل به یک گرهی در این کار مشکل شده. آرامش حقوقدان کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس و بیژن کارشناس امنیت اورنج کانتی به ما پیوستند. با آقای آرامش شروع می‌کنم. آقای آرامش، خیلی از شهروندان لس آنجلس حرف از این میزنن که هم شهرداری این شهر و هم فرماندار یا اونطور که باید و شاید خودشون رو آماده یک بحران این چنینی نکردن، کاملا قابل پیش بینی بود، کما اینکه به شرکت‌های بیمه در یکی دو سال گذشته بیمار کردن نشان از این داره که اونها تصویر شاید حتی دقیق‌تری از مقامات دولتی و محلی داشتن در مورد وضعیت بحران احتمالی آتش‌سوزی در این شهر و در این ایالت. چطور میشه کارنامه هم شهردار لس آنجلس رو دید و هم آقای گوین نیوسام فرمانده ایالت کالیفرنیا؟ خب منم به شما سلام میکنم از جنوب کالیفرنیا. من یک کمی خارج از لس آنجلسم، ولی پریروز دفتر لس آنجلس ما رو تخلیه کردیم به خاطر همین هشدارها و روز خیلی سختی بود و بسیاری از مردم هم خونه هاشون از دست دادن. بسیاری از بیزینس ها، فروشگاه ها، مراکز تجاری و عبادت و غیره زال کاملا سوختن. در یک منطقه محدود هم نیست، چند نقطه مختلف کانتی یا شهر مجموعه لس آنجلس که پرتراکم ترین منطقه شهر مجموعی در ایالات متحده حساب میشه، چند آتش بسیار مهیب دارن میسوزن. دلایل مختلفی داره. اول از همه هم حزب دموکرات، هم جمهوری خواه، هم طرفداران سفت و سخت ایشون رئیس جمهور قلب‌ها، هم مخالفین بسیار بسیار سفت و سخت آقای ترامپ که او رو مجرم و تبهکار میدونن، بعد از ما آب گلالود ماهی نگیرن. اول از همه یک همچین واقعی که اینقدر مهیب بوده هیچ وقت یک دلیل نداره. تئوری های توطئه معمولاً برای اذهان ساده اندیشه که مسائل بسیار پیچیده رو بیان با یک تئوری توطئه توجیه کنن، بگن کار انگلیساست، بگن بله فقط به خاطر این بوده که یه عده آدم لزبیان رو آوردن گذاشتن سر کار، بله تقصیر اینه که آمدن سیاه‌پوستا رو گذاشتن، یا اینکه بگین نه همش تقصیر تغییرات اقلیمی است. بدون شک یک سری فرآیندهای بوده، یک سری اشتباهات تصمیم گیری و سیاستگذاری بوده، یک سری اشتباهات و فرآیندهای اقلیمی بوده که اونها هم بعضیش ربط به سیاستگذاری داره، بعضیش از دست انسان خارجه و بقیه‌اش هم سیاستگذاری‌های هستی که خواست خود مردم این ایالت بوده. پس الان که می‌بینید یه مقدار زیادی هم خبر دروغ مثلا منتشر میشه، مثلا آقای ایلان ماسک میاد میگوید در ایالت در کالیفرنیا دیگر کسی رو محاکمه نمی‌کنن، که دیدم در آقای گوین نیوسام فرماندار اومده که شما دارید ترویج جنایتکاری میکنید، شما دارید به مردم عملا میگید برن دزدی کنن نمیگیرنشون، در صورتی که همچین خبری نیست. الان هم گارد ملی تو خیابونا هست، به بعضی مناطق هست، هم پلیس بسیار فعاله، هم مأموران آتش نشانی که واقعا با این همه ایثار دارن میرن میجنگن، هم داوطلب هم غیر داوطلب، افسر و غیر افسر گارد ملی، ارتش امریکا و نیروهای دیگه اجرای قانون. پس این مسئله رو اول باید نگاه کنید که در مسئله به این گستردگی کسی که بیاد به شما یک جواب یه خطی بده و بخواد یک مسئله به این پیچیدگی رو، حالا معمولا هم اینطور هست دیگه، در مسائل بسیار پیچیده جواب 4 لغتی نیست. هر کی خواست با شما این کار رو بکنه و معمولا هم اینا در توییتر هستن، در سوشال میدیا یا مطبوعات اجتماعی هستن، بیشتر تبدیل کردن مسائل سیاسی و مسائل به ولی بالاخره آقای آرامش هر کسی که در یک قلمروی زندگی میکنه از دولتش میخواد دولت محلی باشه، میخواد دولت مرکزی باشه، انتظاراتی داره دیگه، به خصوص ایالت کالیفرنیا با این همه ضوابط که اندازه صندلی مغازه شما رو هم ممکنه بهش گیر بدن. خیلی ها میپرسن که چطور بسیار از ایالت‌های تگزاس و نوادا مالیات بیشتری میدیم، اینقدر ضوابط داریم برای ساختن خانه، اینقدر قوانین پیچیده وجود داره که خیلی ها معتقدن هزینه ها رو بالا برده و بعد چه اتفاقی میفته که رخ میده؟ دولت محلی ناتوان هست بعد از کردن آتش. الان همین جایی که ما ایستادیم تا جایی که چشم کار میکنه خانه ها نابود شده و الان داره میاد به سمت شما، اتفاقا به آن سمت لس آنجلس به منطقه ولی. جالبه ایالت تگزاس رو که بهشت ترامپیستا هست، بنده الان درگیر یکی از بزرگترین لاسوت‌های تاریخ ایالت تگزاس هستم که 3 سال پیش یک ورتکسی بود یا یک حالت قطب زدگی سرمازدگی شدیدی بود و عملا تمام ایالت تگزاس رو در سیاهی محض برد، چون دولت عاجل و
عاجز و فشل بود. یعنی شما همچی انگار یک جوری بیان میکنن بعضیا که اونجایی که قانون نیست و دولت هیچ کاری نمیکنه و دولت آزاد میذاره، حتی در ایالت تگزاس مسئله زونینگ شهرسازی مطرح نیست. در هیوستن شما هر جا خواستید میتونید شهر بسازید، اونجا مشکلات خودشو داره. ولی خب بالاخره هر نشریه‌ای، هر مطبوعاتی، هر رسانه خبری آنچه دوست داره پخش میکنه. ایالت کالیفرنیا بی مشکل نیست. نه، این آتش سوزی ها بسیار گسترده و تاریخی. اینجا ما حدوداً 90 یعنی 140 مایل در 3 کیلومتر در ساعت باد میاد. پرواز من که میخواست بشینه این هواپیما رو آنچنان از چپ و راست تکون میداد که دور زد دور هوا، دور فرودگاه لس آنجلس تا بتونه بشینه. نمیتونست. پس مسئله فقط این نیست که بیایم بگیم آره اینا چون گیان، اینا چون سیاه‌پوستن، چون مکزیکی تبارن، چون دموکراتن، هر کی هم که دوست ندارن میگن چپ و چپول و فلان، اینا همه مجرمن. فقط فرشته ما آقای ترامپ که 2 سال پیش 3 سال پیش میگه اصلا قرار دنیا خنک‌تر بشه، مصاحبهش هست، فقط ایشون درست میگه. الان بنده یک کیس بزرگی است، اونورش هست جی پی مورگان بانک جی پی مورگان و موکل ما کمپانی هست کانادین بریکس. نگاه بکنید همش هست. یکی از بزرگترین قطب زدگی‌های تاریخ در ایالت تگزاس بود. یک کیس چند میلیارد دلاری که ما یک بخششو داریم هندل میکنیم در تگزاس، در شمال تگزاس، در دالاس. و ایالت تگزاس، دولت تگزاس، دادستانی تگزاس که همه جمهوری خواهند، یک دموکرات درش نیست، یک دموکرات در سطح ایالتی در تگزاس نیست، آنچنان عاجز و فشل ماندند قطب که آنچنان و یخزدگی شد که روزها مردم در تگزاس برق نداشتن، آب نداشتن و یخزدگی بود. برای نگاه کنن سازمانی هست مثل ERCOT ERCOT که مثلا قراره برق رو هندل کنه و PUCT PUCT. این دوتا انگار کاملا فلج شده بودن. چرا؟ چون تگزاس گفته بود هر کسی هر کاری خواسته بکنه. اون شدید اون وره، افراط این وره، یا ببخشید تفریط اون وره. افراط این برام بعضی موقع در کالیفرنیا می‌بینید که بعضی از کسانی که صاحب بیزینس هستن و صاحب تجارت هستن و بنده آنچنان مالیات ها بالاست و بعضی هم احساس میکنن ما سرویسی که بهش مستحقیم رو نمیگیریم. به نظر من در ایالت کالیفرنیا نباید میمدن انقدر در شهر لس آنجلس بودجه آتش نشانی کم میکردن. حرف من اینه اگر میخواهید به جوک ها و مسخره بازی های توییتر که شده عملاً تبلیغ بعد از بازی بیسبال بسنده بکنید، بازی باخته است. آدمای جدی میشینن حرف جدی میزنن و بحث های اینطوری جواب های 4 دقیقه نداره. من خودم اینجا میگم ما به سختی برداشتیم یک آفیس به این بزرگی رو تخلیه کردیم. بسیاری از دوستان خانه از دست دادن، بسیاری از دوستان خانه ها رو از دست ندادن، ولی دارن در منازل ما هستن. و چرا؟ چون مجبور شدن تخلیه کنن و هر لحظه ممکنه خانهشون طعمه حریق بشه. و اگر از ما آب گلالود کسی داره ماهی میگیره، واقعا باید بر شرف خودش و بر عقل خودش کمی شک کنه. آقای کیان، به هر حال میدونیم که ایالات متحده کشور پهناوری است و طبیعت چندان رامی هم به خصوص در بعضی ایالت‌ها نداره. شما در فلوریدا زندگی بکنید یا بسیاری دیگر از ایالت‌های جنوب شرقی خطر گردبادهای بزرگ رو دارید. در کالیفرنیا زندگی بکنید خطر زلزله با آتش وجود داره. در تگزاس سیل‌های دیگری وجود داره. نمیرسه که خیلی این بلایای طبیعی لیبرال و محافظه‌کار بشناسن. چقدر واقعا به نظر شما همینطور که آقای آرامش گفت بعضی از چهره‌های سیاسی دارن از آب گلالود ماهی میگیرن و فارغ از اینکه این ایالت محافظه‌کار یا لیبرال می بود، واقعا دست طبیعت اینقدر بزرگ بود که کسی نمیتونست اقدام خاصی در مقابلش بکنه؟ ببینید فردا با سلام به دوست محترمم دکتر آرش آرامش، بعضی وقتا نمیشه همه یک بحثی رو نفی کرد. خب من با همه صحبت‌های آقای دکتر آرامش که مخالف نیستم، ولی نگاه دیگری دارم. ببینید شما خودتون رو بذارید به جای یک رای دهنده کالیفرنیایی. یه مخزن آبی هست به اسم سانتا اینس که 117 میلیون گالون آب در اونجا ذخیره میشه که یکی از مصارفش اینه که وقتی چنین فجایعی اتفاق میفته، چنین تراژدی حاصل میشه به مردم، بتواند که از آب استفاده کند که آتش را خاموش کنه. خب حالا ایشان این مخزن آب 117 میلیون گالونی رو 1 ساله که خالی نگه داشته. نه آقای آرامش، آقای دکتر آرامش، این که تفاوت‌ها در این که یک بانوی بخواد که با عشر و نشرش با کدام جنس مخالف یا موافق باشد مشکل نیست.
اینکه رنگ پوست شهردار چیست رو شما اختراع کردید. شما اول متهم میکنید بعد مبرا میکنید. کی آمد اینجا گفته که ایشان از آنجا که سیاه‌پوست هست یا از آنجا که تمایلات متفاوتی دارد مقصر است؟ کی اومده این حرف رو زده؟ جواب این رو بدید که آقای گاوین نیوسام مگه گاورنر کالیفرنیا نیست؟ مگه وظیفه او حفظ امنیت، اولین وظیفه او حفظ امنیت مردم نیست؟ چرا مخزن آب رو 1 ساله که خالی نگه داشته؟ 1 ساله. مگه وظیفه شهردار لس آنجلسی نیست که به آتش نشانی خودش خبر بده که آقا نرید سراغ این؟ ببینید وقتی بحث رو به یک جای منطقی یا جایی که مردم دارن احساس میکنن شما برید به اون کسی که خونش رو از دست داده، تمام زندگیش رو از دست داده، بهش بگین که بله شما ناراضی هستی از شهردارتون چون ایشان رنگ پوستش این است یا تمایلاتش این است، میخندن، میگن نه من برای این نگرانیم نیست. نگرانی من اینه که شهردار من بایستی حداقل به آتش نشانی خودش اطلاع میداد که بدونید آب نداریم ما. 3 تا مخزن آب ذخیره فردا 3 تا مخزن آب 117 میلیون گالن آب نداشتیم. ولی چی داشتیم؟ 3 تا مخزن ذخیره آب، هر کدوم 1 میلیون گالن. 3 میلیون گالن کجا؟ 117 میلیون گالن کجا؟ مسئولیتی که بوده؟ خانم شهردار شما نبستی به آتش نشانهای خودت میگفتی نری سراغ اون پمپ آب چون آب توش نیست. 1 ماشین آتش نشانی اونجا حاضر نبوده. شهود عینی هستن. این مسئله پیچیده شرایط اقلیمی و اینا نیست. مردم سوال واقعی دارن. میگن ماشین آتش نشانی کجا بود؟ آب کجا بود؟ اینجا آمریکاست؟ اینجا لس آنجلسه؟ در کدوم مملکت داریم زندگی میکنیم؟ این بیکفایتی در اثر چیست؟ حالا اونجایی که آقای دکتر آرامش میگن که همیشه دلایل بیشتری از یک دلیل خاص برای یه چیزی هست که نمیتونیم اینو نفی بکنیم. بله معلومه. نه ممکنه که شخصی بیکفایت باشه، هیچ ایرادی نداره. ما اگه قراره که چون ایشان رنگ پوست خاصی دارن یا چون تمایلات خاصی دارن هیچ ایرادی نتونیم از این شهردار رو بیکفایت بگیریم. حالا ما راجع به این که میداند که فصل بادهای سنتا آناست، میداند یا نمیداند؟ اگه نمیداند که وای به حال کسانی که به ایشان رأی دادن. اگه میداند میشه فکر می‌کنید ممکنه این پایان امور سیاسی آقای نیوسام باشه؟ برای اینکه من می‌بینم خیلی از لیبرال‌ها هم الان در کالیفرنیا از او شاکی هستن. فکر می‌کنید آیا این ممکنه پاشنه آشیل او بشه؟ چون سوداهای بزرگتری هم مثل احیانا رفتن به کاخ سفید رو هم در سر داره. چقدر فکر می‌کنید که ممکنه این ضربه آتش‌سوزی بزرگ برای او باشه که همینجا متوقفش کنه؟ ببینید من فکر میکنم یه تغییر بزرگی در آمریکا داره صورت میگیره و اینه که آمریکایی رای دهنده به سیاستگزارانش میگه ببینید نه از اون بر پشت بام بیفتید نه از این بر پشت بام بیفتید. بازم تایید میکنم اون بخش از صحبت‌های دکتر آرامش رو که میگوید که نه این نیستش که اونجا همه چی خوب است اینجا همه چی بد است. نه بایستی با دید عادلانه تری نگاه بکنیم و ببینیم که واقعا عامل اصلی چیه. به نظر من در نهایت تواضع فرداد و بینندگان بسیار محترم، آمریکایی که کسانی که این مملکت رو طراحی کردن برای اینکه این آمریکا در منتهی علیه راست یا منتهی علیه چپ بتونه زندگی بکنه طراحی نشد. این آمریکایی است که تقریبا برای اون تعادلی که در همون نقطه‌ای که این وزنه تعادل خودش رو حفظ میکنه و نوسانات شدید به چپ و راست نداره بده. برخی آمدن گفتن که نه درخت هم به اندازه یک انسان حق داره، بنابراین چون ما و درخت با هم زندگی میکنیم اشکالی نداره دیگه انسان فدای اون درخت بشود. و این انقدر پیچیدگی داشت که مدتی مردم سعی کردن بفهمن یعنی چی، یعنی کدوم. البته که مهمه ولی تعادل کجا؟ مردم آمریکا دارن برمیگردن به این تعادل. مردم آمریکا دارن میگن نه نمیخوایم اینجوری باشه که شما این معیارها رو تعریف کنید دوباره و بگید آمریکای ما این آمریکاست که ضعیفه، آمریکایی است که مردمش بایستی همدیگر رو تحمل کنن حتی وقتی حق همدیگر رو زیر پا میدن.
ببینید آمریکایی که میگه که آقا اگر کسی آمد یک کیف بسیار گران قیمتی رو از مغازه شما دزدید، ضرورتا دنبالش نرید چون اون زیاد مهم نیست. اینا قوانینه. آقای دکتر آرامش، من که سواد حقوقی ندارم، ولی شما وکیل هستید، شما میدانید مشکل در کجاست. مشکل در اونجاست که شما بودجه پلیس و آتش نشانتون رو کم میکنید و اون وقت آنچه را که در اجرای عدالت، اجرای قانون، حفظ امنیت بست اجرا بشه رو شلش میکنید، آزادش میکنید. این دو برابر به جامعه ضرر میزنه. 16 نفر از بین رفتن، جانشون از دست دادن. من برم به اینا بگم که شما شرایط اقلیمی رو باستی موثر بدونید و نه بی‌کفایتی و بی‌کفایتی. تازه از آقای گوین نیوسام میپرسن شما چه خبره دارید؟ میگه من نمیدونم. شما اگه جای اون رای دهنده کالیفرنیایی بودید، کسی رو استخدام کرده بودید که این کار رو برای شما انجام بده و بعد چنین فاجعه‌ای اتفاق میفته و از اون میپرسید چه شده و میگه نمیدونم. نه میدونی. ایشان اشاره نکرده به 117 میلیون گالون آبی که وجود نداره. چرا؟ آیا فکر میکنه که مردم نمیدونن؟ تحقیق نمیکنن؟ بله. آقای آرامش، خیلی از این نکاتی که آقای کیان بهش اشاره کرد، حتی خود فرماندار کالیفرنیا هم دیروز در مصاحبهش با میت پرس MBC تایید کرد و گفته که میخواد یک کمیته حقیقتیاب تشکیل بده. ولی به هر حال فارغ از اون نکات افراطی که شما در گفتهاتون در اشاره کردید بهش، سوالات مشروعی هم بسیاری از ساکنان این ایالت دارند در مورد همین منابع آب، در مورد چرا شهرشون درست در روز شروع آتش سوزی ها در سفر خارج از کشور بود، در مورد اینکه چرا بسیاری از منابعی که میشد اختصاص داده بشه به موقع اختصاص داده نشد. به نظرتون چقدر میتونه هزینه سیاسی داشته باشه برای شهردار، برای فرماندار و چقدر پاسخ اونها تا این لحظه به نظرتون قانع کننده بود به عنوان کسی که در این ایالت و در این شهر زندگی میکنید؟ من اول پوزش میخوام، یادم رفت سلام عرض کنم خدمت دوست و برادر و استاد بزرگم آقای بیژن کیان. معذرت میخوام اونقدر بس سریع شروع شد که من رفتم سر اصل مطلب. امیدوارم حال شما خوب باشه. ما یه چند مایلی الان فاصله داریم ولی امیدوارم باد به سمت جنوب و به سمت شما نوزد و اون شهر مجموعه زیبای اورنج کانتی محفوظ بمونه. هرچند که میگن در هفته‌های آینده ممکنه به کانتی های سان برناردینو و اورنج کانتی هم ممکنه کشیده بشه. در هر صورت ببینید، ما اتفاقا فکر میکنم افرادی که در میانه سیاست هستن، من خواستگاه سیاسی میانه است به میانه راست و با این وجود به حزب دموکرات رای میدم، چون به نظر من ترامپیا اونقدر افراطیان دیگه نمیتونن به یک جمهوری خواه معتدلی که الان هست، امثال نمیدونم مت گیتس و نمیدونم این امثال هم میانه نیستن. رامنی آدم میانه روی بود، ولی از اون طرف همون قدری که برند یا مارک دموکرات مسموم و مذمومه، مثلا در ایالت‌های میانی یا جنوبی، مارک و برند جمهوری‌خواه مسموم و مذموم و منفوره در ایالتی مثل کالیفرنیا و نیویورک و اورگان و واشنگتن. این مشکل هست. شما که می‌فرمایید آقای گوین نیوسوم، حالا من با گوین نیوسوم اتفاقا مشکلی ندارم. ببینید خانم کرن باس که شهردار لس آنجلس، بندمش رأی ندادم. از خودم هم هست که ببینم شهردار بهتر بیاد. ولی آنچنان مارک و برند جمهوری‌خواه مسموم و مذموم هست در اینجا، اگر شما یک مثلا میگم دونالد داک یا میکی ماوس رو هم جلوی کرن باس بذارید، مثلا هم جلوی یک جمهوری خواه بذارید، میکی ماوس میبره. همونطوری که در ایالت تگزاس اگر میکی ماوس رو جمهوری یک دموکرات بذارید، میکی ماوس میبره. خب این فاجعه است دیگه. روز ریگان ها و رامنی ها و کلینتون ها و فورد ها و بزرگان حزب که به نظرم ممکنه گهگاهی مواضعی در مقدماتی تند میگرفتن، ولی آخر قضیه خیلی بیشتر غیر ایدئولوژیک بودن دیگه. شما خب آقای بیژن کیان استادم هست، خودتون دیگه یادتون میاد شما توی مجموعه های سیاسی هم بودید، در دولتشون کار میکردید، میدونید که آخر قضیه حساب منفعت مردم و دلار و سنت بود، نه اینکه حالا چه کار کنم خوشم بیاد یا مردم خوششون بیاد. این بود که منفعت مردم چیه، منفعتی که کشور چیه. من صحبتم اینه، نمیگم همش مسئله اقلیمیه و همه تقصیر خانم کرن باس شهردار لس آنجلس یا گوین نیوسوم یا مقامات دولتی یا مقامات شهری است. یه کار بسیار کریهی که کردن، آمدن مثلا عکس رئیس آتش نشانی اینها رو، من دلیلی گفتم چرا حمله میکنن به لزبیان ها، به خانم ها اینا، ایشونه که اتفاقا از با لیاقتمندترین رؤسای آتش نشانی این چند سال اخیر آتش نشانی بزرگ لس آنجلس بوده، با 22 سال خدمت، کاپیتان بوده، مارشال بوده، در
حد نیروی ویژه آتش نشانی بوده. از این بهتر دیگه پیدا نمی‌کنید. ولی اومدن عکس گذاشتن، چون هم زنه هم لزبیان، یه دو خوششون میاد بیان فحش بدن، بیان توی انگار اومدن مسابقه فوتبال و تخمه بشکنن و توی توییتر فحش بدن، لذت میبرن. به خاطر همین میگم اصلا نباید توجهی کرد به این چیزایی که در مطبوعات اجتماعی نوشته میشه. ولی آیا هزینه سیاسی خواهد داشت؟ بله، هزینه سیاسی خواهد داشت برای اونهایی که در مسند امور هستند. ولی باز ایالات تگ حزبی، تگزاس جمهوری خواه، آرکانسای جمهوری خواه، نمیدونم تنسی جمهوری خواه، دموکرات ها یا بگیم کالیفرنیا و نیویورک و واشنگتن و اورگان دموکرات، عملا این تغییرات درون حزبی خواهد بود. آنقدر جمعیت و بافت جمعیت به یک سمتی متمایله که الان ما در ایالت کالیفرنیا در سطح ایالتی یک مقام جمهوری خواه منتخب کل ایالت نداریم. در ایالت تگزاس یک مقام منتخب کل سطح ایالت دموکرات نداریم. خب این ممکنه مشکل باشه، ممکنه نباشه. از طرفی رأی مردم در تگزاس اکثریت جمهوری خواه رأی میدن. آره، در مناطقی هستن که مثلا یک منطقه کانگرسمن یا کانگرسومن دموکرات میپرسه، ولی اون محلی است. ولی موقعی که کل ایالت رأی میده در دموکرات، خیلی خیلی این وزنه به سمت دموکرات‌ها میچربه. البته کالیفرنیا فرماندار محافظه‌کار و جمهوری‌خواه داشته در گذشته. داشت. الان میگم الان اتفاقا خیلی بیشتر داشت. اگر نگاه بکنید، ما بریم از اولین که اولین فرماندار جمهوری‌خواهش آقای اسکانفورد بود، لیلن اسکانفورد، که دانشگاه 1861 بعدم شد سناتور. از اون که میایم به بعد اتفاقا دموکرات‌ها در اقلیت بودن. من آخرین، اگه اشتباه نکنم، آقای بیژن کیان میتونن دوست خوب ایشون بود. آخرین اگر اشتباه نکنم شوارزنگر، قبل شوارزنگر پیت ویلسون بود جمهوری‌خواه، قبل ویلسون دوکمجیان بود، ارمنی بود، جمهوری خواه. 16 سال پشت سر هم دوکمجیان، ویلسون، خود آقای ریگان، دموکرات‌ها در اقلیت بودن در این 20 سال اخیر. ولی از کلکت کننده این سوالم میخوام از آقای کیان بپرسم در آخر برنامه. عذرخواهی میکنم آقای آرامش. آقای کیان، بیشتر تا شروع کار دولت جدید آمریکا نمونده آقای ترامپ راهی کاخ سفید خواهد شد. هزینه هایی که اینجا تا این لحظه برآورد شده اندازه تولید ناخالص داخلی بعضی از کشورهای مهم دنیاست، چیزی بالای 150 میلیارد دلار. چقدر فکر می‌کنید این نگرانی وجود داره که دولت فدرال با روی کار آمدن آقای ترامپ به خاطر همین اختلافات سیاسی کمک کافی نکنه به کالیفرنیا؟ خب ببینید، من شکی ندارم که آنچه را که بایستی دولت فدرال انجام بده وظیفه را انجام خواهد داد و به هیچ عنوان رنگ و بوی سیاسی نخواهد داشت. ولی اجازه بدید من این رو بگم، مهمه. نه، امروز دوست محترم من آقای دکتر آرامش زدن به صحرای کربلا، ولی واقعیت چیز دیگری است. ببینید، مسئله اینه که این فرمانده بسیار مبرز و با تجربه‌ای که ایشان راجبش صحبت کردن برای من کالیفرنیایی مهم نیست که ایشان چه تمایلاتی دارن. برام اصلا مهم نیست که قیافشون چطور هست، اصلا مهم نیست چی فکر میکنه، ولی برام مهمه این فرمانده با تجربه یه ساله که آتش نشانش آب نداره، یا نمیدونه که خیلی بده یا اینکه میدونه که خیلی بدتره. چه فرماندهیه که آمادگی نیروی تحت امر خودش رو برای مأموریتی که آتش سوزی جان مردم یک ساله، ببینید یه روز و دو روز نیست، یک هفته نیست، فردا یک سال مخزن آب ندارد، فرمانده با تجربه نباستی چشمش به آمادگی نیروی تحت امرش باشه که اون روزی که مردم دارن میسوزن، زندگیشون رو دارن از دست میدن، جواب نداره بده. من چه فرقی میکنه برای من که اون چه تمایلاتی داره، چه ربطی به آتش نشانی داره؟ فرمانده با تجربه نیست که یک ساله آب نداره، ولی به نیروی تحت امرش نگفته نرید آقا لوله رو بس نکنید، آب نیست تو اون لوله. وظیفه کی بوده؟ حالا گاورنر میگه من کمیته حقیقتیاب. کدوم کمیته حقیقتیاب چیکار کنه؟ بیاد به شما بگه که نه یه ساله که اینجا آب داشته نداشته، عکسشو نگاه کنید. بیاد به حقیقتیاب پیدا کنه که چرا فرمانده آتش نشانی نگفته آتش نشان است که یک ساله که آب ندارید نرید لوله رو بس نکنید. ببخشید بعضی وقتا خوشسالی‌های بی سابقه هم بوده دیگه آقای کیان، نه خوشسالی‌های عجیب و غریب بی سابقه هم بوده. من نمیگم ایشون کارآمده چون لزبیانه، میگم اگه کارآمد نیست به جنسش و رنگش گیر ندید. من صحبتم همینه، وگرنه این نیستش که بگم آره منظورم اینه. آقایان بحث داغ و ادامه داری، متاسفانه کمتر از 40 ثانیه به پایان برنامه مونده. ممنونم از هر دو شما، هر دو اینجا در کالیفرنیا. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی و همینطور آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. اگر